سلام دوستان عزیز، امروز درس دوم مهمترین قانون زبان ترکی استانبولی رو میخوایم تعریف کنیم. اگر کلیپ اول رو ندیدین حتما برید و ببینید. بیایید یه کوچولو در مورد اون گذشتمون صحبت کنیم. گفتیم که حروف صدادار ضخیم داریم و نازک. اینجا تو تابلوها میبینین آ، او، او اینا حروف ضخیمه. ای، ای، اینا هم حروف نازکه. ما هدفمون این بود. با مثال هم گفتیم یک کلمه وقتی تلفظ میکنیم هدفمون این است تمام حروف صدادار اون کلمه یا همش ضخیم یا همش نازک بشه. به همین سادگی. حالا به عنوان یه مثال بیایید کلمه های öğretmen ve kapıcı این دوتا رو نگاه کنیم. öğretmen معلم، kapıcı دربان. öğretmen تمام حروف صدادار از گروه اینجا هست. kapıcı kapıcı همش ضخیم است. حالا پس ما حرفی که میزنیم دیگه ثابت میشه تمام کلمه ها یا ضخیمه یا نازکه. حالا اینا رو اینجا بنویسیم. حروف صدادار هم رنگش عوض کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید دوستان من اینجا نوشتم öğretmen ve kapıcı. حروف صدادار رو هم رنگش عوض کردم. ببینید öğretmen ve kapıcı همش نازک یا همش ضخیم شده. حالا اینجا یه سوال پیش میاد. درسته این قشنگه دیگه یه آهنگی داره زبان. ولی آخه وندا چطوره؟ وقتی وند میخوایم استفاده کنیم چی؟ خیلی نکته مهمه. در ترکی پیشوند و یا میانوند نداریم. فقط پسوند داریم. یعنی تمام وندامون آخر کلممون میچسبه. این یک. دومه درسته. همچون سوالی باید پیش بیاد. این کلمه درسته. یکی تمامش نازکه یکی هم ضخیمه. وقتی ما میخواییم پسوند بیاریم به این کلمه حالا یه نازک یه ضخیم است. پسونده رو چجور میاریم؟ خیلی سوال قشنگه. در زبان ترکی استانبولی پسونده هم حداقل دوگانه هستند. یک گزینه برای نازک‌ها یک گزینه برای ضخیم‌ها داریم که آن کلمه مثلا حروف صدادارش نازکه. یک گزینه حتما داریم که برای اون کلمه حروف صدادارش نازک بیاریم. یک گزینه برای ضخیم‌ها. بیاییم پسوند و پیشوندهای فارسی رو نگاه کنیم تو ترکی چیه؟ ها پسوند جمع، حرف اضافه در و اس. اینا در ترکی چطوره؟ گفتیم دوگانه. اینا دوگانه هستن. به عنوان مثلا من این سه تا رو آوردم. حالا اصلا هدف ما این نیست که میخواییم اینجا گرامر درس بدیم. مثلا شما پسوند ها در اس چیه؟ اینا هیچ اهمیتی نداره. اصلا بهش توجه نکنیم. ما اینجا میخواییم اینو ثابت کنیم. به عنوان مثلا منطقش رو میخواییم درک کنیم در واقع. ما اینجا میخواییم منطق این داستان رو بفهمیم. به این دلیل چند تا مثال میخواییم بیاریم. اصلا قصد درس گرامری نداریم. باش کاری نداریم. این مثال ها رو برای اینکه شما این پسوندا رو یاد بگیرید نه. برای اینکه منطق این حرفا رو بگیرید میارم. حالا یه تابلویی هست. تو این تابلو بهتون نشون میدم این سه تا پسوند در ترکی چطوره. ببینید دوستان در این تابلو ما اشاره کردیم که پسوند جمع ها تو ترکی لر و یا لار هست. حرف اضافه در د و یا دا از دن و یا دا. هیچ چیزی توجه شما هم جلب میکنه؟ تمام این پسوندا ا و آ داره مشترکه. لر لار د دا دن دان. همینجوری فراوان پسوند داریم. حالا ما اینجا سه تاشو آوردیم به عنوان مثال. پسوندهای دوگانه که میگیم یعنی اونایی که دو گزینه هستن، یه دونه برای نازک یه دونه برای کلمه‌ای که حرف صدادارش ضخیم است. همیشه ا و آ هست. پسوندهای دوگانه ا و آ داره. تکراریه. خب لر برای کلمه‌ای که نازکن، لار برای کلمه‌ای که ضخیم. حالا به عنوان مثال گفتیم که öğretmen ler به طور طبیعی بشه. خب نازکه. kapıcılar باید بشه. خب به هم دلیل kapıcı چون حروف صدادارش ضخیم بود لار آوردم. öğretmen هم برعکس نازک بود لر آوردم. اینجوری ادامه میتونیم بدیم. öğretmenler, kapıcılar, doktorlar, polisler gibi
مثل این مثالهای فراوانی داریم. حالا مثلا برای حرف اضافه در یه مثال بیاریم. تو تابلو میگه د و دا. حالا ما میخواستیم در ایران بگیم، چی بگیم؟ بیایید با هم بنویسیم ایران. ایران. یه اتفاق افتاد. ایران یه کلمه هست، یه دونه نازک یه دونه ضخیم داره. این کلمه استثنائیه. ما تمام مثالهایی که تا حالا آوردیم در درس گذشته هم اشاره کردیم. تمام این کلمه ها ترکی بودن ریشهشون. این کلمه ترکی نیست. یه نازک یه حرف صدادار ضخیم داره. تا حالا پیش نیومده بود. پس چی؟ آها، اینجا بزرگی ترکی رو میبینیم. ترکی مثل هر زبان تعداد قانون استثنایی داره، ولی از استثناء خوشش نمیاد. وقتی یه مسئله موضوع استثنایی میاد، زبان ترکی خیلی سریع برطرفش میکنه. یه حرف میزنه دیگه ما مجبور نمیشیم صفحه کلمه یاد بگیریم که بگیم اینا استثناست. اصلا یه حرفی میزنه حتما. اینا رو در آینده میبینیم. اینجا چه حرفی گفت؟ گفت که اگر گفت یک کلمه خارجیه و ما در زبان ترکی استانبولی استفاده میکنیم، از جمله ایران. حالا مثال دیگری هم میخوایم بدیم و حروف و صدادار رو ضخیم با هم اومده بشه، یعنی قانون اصلی ما رو رعایت نکنه، چی اتفاق میفته؟ میگه نگران نباشین، هجه آخر رو نگاه کنین. هجه آخر حروف و صدادارش چیه؟ پسوندشو با توجه به اون هجه بیاریم که حداقل بعد از یک جایی یک نوختگی به دست بیاد. خیلی قشنگه، خیلی آسونه. ببینین ایران هجه آخر چیه؟ آ هست. آن. حروف صدادارش آ هست، یعنی ضخیم. ایران میخواستیم بگیم در ایران. ایران چون اسم خاصه یا آپوستروف گذاشتم، ایران دا شد. خب حالا بیایید ترکیه بنویسیم. ترکیه، این کلمه همش نازکه، هجه آخر. میتونیم بعد از این تمام پسفندها رو با توجه به هجه آخر انتخاب کنیم. اینجوری راحت تری. حالا کلمه چه ریشش ترکی بشه چه خارجی اشکالی نداره. هجه آخرش رو نگاه میکنیم، نازک بود پسفند نازک میاد، ضخیم بود پسفند ضخیم میاد. ترکیه پس د باید بشه. حالا میخواییم از ایران از ترکیه بگیم، پسفندمون چیه؟ دن و دان. ایران'dan Türkiye'den. اینم از ایران از ترکیه. چقدر ساده است، چقدر منطقیه. وقتی این قانون رو درک میکنین واقعا یادگیری خیلی ساده است، چون تمام پسوندا قانونش یکیه، یا دوتایی، دوگانه یا چهارگانه هستن و همیشه این قوانین رو رعایت میکنیم. چند تا نکته هست در آینده جزئیاتا میخوایم اشاره کنیم، ولی این حرفایی که در این دو درس میخوایم تعریف کنیم اصل ترکیه است، اصل زبان ترکیه است. اگه اینا رو درک کنیم واقعا یادگیری خیلی آسون است. حالا همیشه میگیم دوگانه دوگانه، یه جای حرف گفتیم چهارگانه. پسوندا گفتیم پیشوند و میانوند نداریم، فقط پسوند داریم. پسوندا هم به دو قسمت تقسیم میشن. پسوندای دوگانه که اینجا دیدیم همش با ا و آ ساخته میشدن، پسوندای چهارگانه. اینا رو هم الان میخوایم ببینیم. حالا یه تابلویی میخوایم بیاریم. دو تا نکته در زبان ترکی چطور اهلی میگیم؟ اهلی ایران، اهلی ترکیه. چطور میگیم اهلی رو؟ یه پسوند استفاده میکنیم. چرا؟ پیشوند نداریم، میانوند نداریم، واسه یه پسوندی داریم. و یا برای حرف نشانه را یه پسوندی داریم. بازم این دوتا رو جزئی پسوندهای چهارگانه میخواییم مثالشو بیاریم. حالا بیاین تابلوی ما رو نگاه کنیم. بله دوستان، الان این پسوندا رو دارید مشاهده میکنید. اهلی یه پسوند چهارگانه هست و حرف نشانه را یه پسوند چهارگانه است. نگاه کنیم چیه اهلی؟ ل، لی، لو، لو. دو تا ضخیم دو تا نازک داره. ل، لو ضخیم، لی، لو اینا هم نازکن. پسوندهای دوگانه چهارگانه رو دیدین؟ دو نازک دو ضخیم داره. حالا را ای، ای، او و او. اینجا هم همینطور. اینجا چه چیز مشترکه؟ تو پسوندهای دوگانه گفتیم که ا و آ تکراریه. اینجا هم ای، ای، او و او تکراریه. در تمام پسوندهای چهارگانه حرف ای، ای، او و او رو میبینیم بدون استثناء. اگر یک پسوند چهارگانه است ای، ای، او و او تکراری است. به این نکته دقت میکنیم. حالا بیایید ببینیم این پسوندها رو با توجه به چه چیزی استفاده میکنیم.
دوستان در این تابلو هم قانون استفاده پسوند چهارتایی رو میبینید، چهارگانه رو میبینید. ببینید قانون به ما چی میگه؟ اگر میگه یک کلمه قرار شد دیگه برای اینکه پسوند بیاریم هجای آخر رو نگاه کنیم، حروف صدادار اون هجای آخر چیه؟ حرف صدادارش چیه؟ اگه زخیم بود زخیم، نازک بود نازک، تو دوگانه. حالا تو چهارگانه میگه هجای آخر رو نگاه کنیم. اگر حرف صدادار آ و یا ا بشه برای اهل گفتن ل استفاده کنیم. برای حرف نشانه را ل و ا. حالا هجای آخر اگر ا و یا ای بشه که اینجا میبینید لی و یا ای. او بشه هجای آخر لو برای حرف نشانه را او. برای کلمه هایی که هجای آخرش او و یا او هست لو و یا او. حالا اولین بار اگر آشنا میشیم با این قانون یه خورده براتون پیچیده شد، ولی اصلا پیچیده نیست، فوق العاده ساده است. چون گفتیم که فقط دوگانه و چهارگانه داریم، از این چهارگانه هم فراوان داریم و بعد از دوم سوم پسوند چهارگانه دومی و یا سومی دیگه حفظ میکنین. خیلی چون گوشتون راهنماییتون میکنه شما رو. اگر به جایی مثلا لی بذارین اذیت میشین. خب آهنگ زبان شما رو اذیت میکنه و شما چیزش میکنین، برطرفش میکنین. این نکته رو حس میکنین که یه جایی اشتباه دارین. خب به عنوان مثال گفتیم که اهلی، تو برای اینکه اهلی بگیم در زبان ترکی یه پسوند استفاده میکنیم، پسوند چهارگانه ل، لی، لو، لو. با توجه به هجای آخرش یکی از اینا رو استفاده میکنیم. بیاین یه چند تا مثال برای این پسوند بیاریم. اینجا چند تا اسم کشور آوردم که هجای آخرش جزی این حروف باشه که ما تمام این گزینه ها رو امتحان کنیم، شما هم ببینید. حالا اولین کشورمون ایران هست. برای اینکه اهل ایران بگیم، ایران هجای آخرش چیه؟ آ هست. تابلو رو نگاه میکنم، اگر هجای آخر آ بشه من ل باید استفاده کنم. ایران ل یعنی ایرانی، یعنی اهل ایران. خب حالا رفتیم ترکیه. ترکیه هجای آخرش ا هست، تو تابلو میبینم لی باید استفاده کنم. ترکیه لی. پرو حروف صدا در آخرش چیه؟ او. تو تابلو لو رو میبینم که استفاده کنم. اردن که شما میگین اردن، ما میگیم اردن، ü. و هجای آخرش ü هست، ما اینجا مجبور هستیم لü بگیم. ایرانlı، Türkiye'li, Perulu, Ürdünlü. یه پسوند چهارگانه چقدر هم آوا رو روی آوا تاثیر داره، چقدر گوش نواز است. ایرانlı. با توجه به اون کلمه یه آهنگی ایجاد میکنیم. خب یک نواختگی ایجاد میکنیم. در واقع ل، لی، لو و لو همش یعنی اهلی. کاری با هیچ کدومش نداریم. ما اینجا هدفمون گوشنواز بودنشه. برای اینکه میخوایم گوشنواز بشه صحبتمون، این قانون رو رد میکنیم. حالا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ پسوندا تو ترکی پیشوند و یا میانوند نداریم، فقط پسوند داریم. پسوندا هم یا دوگانه هستن که با حرفای ا و یا ساخته میشن، یا چهارگانه هستن، اینا هم ا، ای، او و او تکراریه. تو این پسوندا میبینیم. حالا اینجا درسمون رو تمام میکنیم. فکر میکنم این دلیل تقسیم بندی و حروف صدادار نازک و ضخیم به چه درد میخوره الان فهمیدیم. اینجا ثابتش هم کردیم. این مثالهایی که آوردیم هیچ کدوم برای شما فعلا اهمیت نداره. فعلا فقط درک کنید که این قانون به چه دردمون میخوره. وگرنه این تک تک این پسوندها رو در طول مدت یاد بگیریم با مثال ها. اینجا ما خواستیم منطق زبان رو درک کنیم. ممنونم که گوش کردین. شاید یه خورده طولانی بود کلیپ ها، ولی میگم مهمترین نکته رو تعریف میکنیم. به هم دلیل صبر کنین، با حوصله این درس ها رو گوش کنین. بعد از این درس همون خیلی کوتاه‌تر میشه، چون دیگه شما منطقش رو میدونین و درک کردین ترکی با چه فلسفه‌ای کار میکنه.